یه رسم جالبی هست تو ژاپن، یه سری جاها هست مثل این کوچه ها که ژاپنی‌ها بعد اینکه از سر کار تعطیل میشن میان همچین جاهایی، حالا در مورد روزی که داشتن، مشکلاتی که داشتن، حالا با دوستشون، با پارتنرشون صحبت میکنن و مشکلاتشون رو حل میکنن، بعد میرن خونه. این هم یکی از اون کوچه‌های معروفشه که خیلی هم شلوغه و یکی از جاذبه‌های توریستی ژاپن شده. عرض کوچه به 2 متر هم نمیرسه، خیلی باریکه.